سلام، میاد نشادی هستم. به قسمت 14 دوره پایتون خیلی خوش اومدید. موضوعی که امروز میخوایم در موردش صحبت کنیم بحث توابع در پایتون هستش. توابع چه کارهایی رو میتونن برای ما بکنن؟ تابع یک بلوک کده که فقط زمانی اجرا میشه که ما اونو فراخوانی کنیم. اوکی؟ و شما میتونید داده ها رو که به عنوان پارامتر شناخته میشن به یک تابع منتقل کنید. یعنی یک تابع میتونه مجموعی از ورودی ها رو داشته باشه. یک تابع میتونه در نتیجه داده ها رو برای شما برگردونه، یعنی یک کاری انجام بده و نهایتش یک سری دیتایی رو برای شما برگردونه. اما حالا بحث ایجاد تابع میشه. در پایتون یک تابع با کلمه کلیدی def تعریف میشه و بحث فراخوانی تابع میشه چی؟ بحث فراخوانی تابع میشه برای فراخوانی یک تابع از نام تابع و بعد به دنبال اون از پرانتز میشه استفاده کردش. خب بریم ببینیم تعریف یک تابع چجوری هست و چجوری میتونیم اون رو فراخوانی کنیم. همونجور که میبینید من اینجا یک فایل ساختم به اسم اپیزود 14.py و میخوایم کدهای این مجموعه رو داخلش بنویسیم. خب همونجور که گفتیم یک تابع با کلمه کلیدی def تعریف میشه. یعنی def نمایانگر اینه که شما دارین یک تابع رو تعریف میکنید. مثلا من یک تابعی دارم به اسم مثلا show، در واقع show name. اوکی، یعنی من یک نامی بهش میدم و اون نام رو برای من نشون میده. خب اینجا ما یک مبحثی داشتیم به اسم این که یک تابع میتونه داده های رو به عنوان پارامتر بهش شناخته میشه به یک تابع منتقل کرد. پس یعنی چی؟ یعنی وقتی که ما یک تابع رو تعریف میکنیم با کلمه کلیدی def و یک نامی رو بهش اختصاص میدیم، یک پرانتز باز و بسته جلوش میذاریم، یعنی که ما توی این پرانتز میخوایم یه چیزی رو بهت بدیم. مثلا من اینجا بهش میگم میخوام یک متغیری به اسم نیم رو برای یوتیوب بفرستم. اوکی، برای یوتیوب بفرستم و تو حالا می چیکار میکنی؟ ما به وسیله دو نقطه و یک اینتر بلوک یا بدنی یک تابع رو شروع میکنیم. همونجوری که گفتم که تابع یک بلوک کد هست که فقط یه زمانی اجرا میشه که ما اون رو فراخوانی کنیم. پس در نتیجه ما الان مثل if، مثل for، مثل while، اینا یعنی تابع هم یک بدنه داره و ما مجموعه کارهامون رو داخل اون بدنه می‌نویسیم. خب به عنوان مثال من میگم که برای من پرینت کن این نیمی که برات میفرستم. پس نگاه کنید، من اینجا بهت گفتم یک نیمی رو بهت میدم، آقای مثلا یا خانم تابع شو نیم، و شما بیا برای من پرینت کن چی رو؟ پرینت کن اون نیم رو. همونجوری که می‌بینید تابع پرینت هر چیزی جلوش می‌ذاشتیم برای ما اون چیز رو پرینت می‌کرد داخل ترمینال. خب این شد بحث تعریف یک تابع. اوکی، پس اینجا ایجاد یک تابع شد در پایتون با کلمه کلیدی def تعریف میشه و ما میتونیم اون تابع رو بسازیم. حالا بحث بعدی میشه چی؟ بحث بعدی میشه فراخوانی یک تابع. یعنی چی؟ یعنی ما یک تابع رو صدا بزنیم یا کالش کنیم یک تابع رو. نگاه کنید اینجا پس میشه چی؟ اینجا میشه بحث تعریف یک تابع. یعنی من یک تابع رو تعریف کردم و مثلا چند خط پایین‌تر میام میگم که حالا من این تابع رو دارم به اسم show name. اوکی، و گفتیم که در زمانی که یک تابع داره فراخوانی میشه ما نیاز داریم که ورودی برای اون ارسال کنیم. اوکی، میتونه یک تابع هم ورودی نداشته باشه، اما برای شروع کار ما برای اینکه درک بکنیم که یک تابع داره چی کار میکنه ما یک ورودی بهش دادیم و اون ورودی یک نام هستش. مثلا میگم برای من شو نیم بکن، داخل پرانتز یک دیتا بهش میدم. مثلا میگم که کلمه یا رشته میعاد رو برای من شو نیم بکن، برای من نشونش بده. نگاه کنید این اسم متغیره. شما هر اسمی رو میتونید برای یک تابع مشخص کنید و اون تابع میاد بر اساس همون نام برای شما تعریف یعنی ساخته میشه و شما میتونید به وسیله نام یک تابع به اون دسترسی داشته باشید. پس تعریف شد کلمه کلیدی def، بعدش نام تابعمون، حالا هر چی که دلمون میخواد بهش میدیم و یک پرانتز باز و بسته. حالا اگر تابعمون ورودی داشت میایم اون ورودی رو بهش میدیم. یک تابع هم میتونه ورودی نداشته باشه. الان مثال بعدی یک تابع رو میزنم که ورودی نداره. خب مثلا الان من یک تابع رو اینجا اومدم کال کردم، صدا زدم و یک رشته میعاد رو به عنوان ورودی بهش دادم. پس این رشته میره جای این چی میشینه؟ جای این نیم میشینه و چه کاری روش انجام میشه؟ پرینت کنه برای ما اون نیم رو. حالا اگر این رو من اجرا بذارم همونجوری که میبینید کلمه میعاد داخل ترمینال برای من پرینت میکنه. یه حالت دیگه این بود که بگیم که مثلا یک تابع def می‌نویسیم به اسم مثلا شو نیم 1. اوکی، و هیچ ورودی من بهش نمیدم. اوکی، پس یعنی این تابع وقتی که داره فراخوانی میشه مثل این حالت شماره 4 دیگه نیازی نیست تو این چیز داخل این پرانتز باز و بسته دیتایی رو براش چیکار کنیم؟ بفرستیم.
ولی داخل این حالت دیگه ما هر کاری که هست رو باید به تابع بدیم. بگیم که زمانی که تو مثلا فراخوانی شدی بیا برای من این کارو انجام بده بدون ورودی. اوکی؟ پس دیگه ما متغیر رو به عنوان ورودی یا دیتایی رو به عنوان ورودی نمیتونیم به این تابع بدیم. مثلا تا اینجا میگم که برای من پرینت بکن کلمه علی رو. حالا فرق این تابع که تعریف کردیم بدون ورودی و این تابع که با ورودی بود چه جوری هستش؟ من الان اگر بیام و بگم که از شونیم یک رو فقط برای من صدا بزن، توجه کنید اینجا دیگه من ورودی ندادم، پس اینجا هم نباید براش ورودی رو ارسال بکنم و خودش اتومات میاد و یک بلوک کد رو برای من، بلوک کدی که داخلش هست رو برای من اجرا میکنه. اگر اجرا بزنم همونجوری که ببینید کلمه علی رو برای من پرینت کرد. چرا؟ چون من داخل بدنش فقط نوشتم پرینت کن برای من علی رو بدون هیچ گونه ورودی خاص مشخصی. پس تابع هم میتونه با ورودی باشه، هم میتونه بدون ورودی باشه و این دو حالت میشه دو حالت تعریف یک تابع. همچنین یک تابع میتونه چیکار کنه؟ من حالا این کپیش کنم و این رو کامنتش کنم، بیام و این پایین بنویسمش دوباره، اینا هم کامنتش کنم. اینجا بگم که حالا تابع مثلا شونیم من دو تا پارامتر میخوام برای تو بفرستم. توجه کنید اینجا میبینید نوشته پارامتر، پس من میتونم پارامترهای متعددی هم براش بفرستم و این پارامترها رو میتونم به وسیله کاما از هم جدا کنم. یعنی یک نیم بنویسم، یک کاما بذارم و بعد از کاما پارامتر بعدیم رو بهش بدم. مثلا فامیلی رو بهش میدم و میگم فامیلی رو برای من هم استفاده بکن. اینجا هم من میتونم چیکار کنم؟ بگم هم پرینت کن نیم رو، هم برام پرینت کن فامیلی رو. اینجوری من هم یک رشته ورودی میاد رو بهش میدم و هم مثلا رشته نوشادی رو بهش میدم. این کار چیکار میکنه؟ نیم رو میریزه داخل متغیر اول که نیم هست، نوشادی رو به عنوان دیتا داخل دومین پارامتر رو خودش میریزه و کاری که روش انجام میده چیه؟ هم پرینت میکنه نیم رو و در جلوش فامیلی رو هم قرار میده. اگر اجرا بزنم همونجوری که میبینید میاد نوشادی رو برای من پرینت کرد. پس یک تابع هم میتونه با ورودی باشه، هم میتونه بدون ورودی باشه، هم میتونه با ورودی های متعدد باشه. این هم برای این موضوع. خب بحث بعدی آرگومان در تابع هستش. اطلاعات رو میتونیم به عنوان آرگومان به تابع منتقل کنیم. اوکی؟ و اینکه آرگومان ها بعد از نام تابع داخل پرانتز مشخص میشن و میتونید هر تعداد آرگومان که میخواید رو اضافه کنید، فقط اونها رو به وسیله کاما از هم جدا کنید، چیزی که من اینجا توضیح دادم. و بحث بعدی آرگومان ها اغلب به صورت آرگز در اسناد پایتون کوتاه میشن. یعنی یه جایی شما میبینید داخل یک سند پایتونی یا یک داکیومنت پایتونی داری مطالعه میکنیم و از کلمه آرگز استفاده کرده. آرگز در واقع همون آرگومان های یک تابع هستند. حالا سوالی که اینجا پیش میاد چیه؟ شما گفتی که یک تابع پارامتر داره، حالا آرگومان چی شد این وسط؟ اصلا تفاوت دو تا داخل چی هستش؟ اوکی؟ چون ما اینجا وقتی که گفتیم که مثلا این نیم رو اومدیم روش خواستیم ببینیم که مثلا این چی هستش، دیدید مثلا این رو به عنوان یک پارامتر شناخت. اوکی؟ اما زمانی که اینجا مثلا از میعاد داریم استفاده میکنیم، اینجا این چیزی که وجود داره این رو به عنوان آرگومان میشناسه. حالا تفاوت آرگومان و پارامتر داخل چیه؟ نگاه کنین. اصطلاح پارامتر و آرگومان رو میتونیم برای یک چیز استفاده کنیم، یعنی در واقع یک چیزن، اطلاعاتی که یک به یک تابع منتقل میشن. اما اینکه یک چیز هست اما دو اسم متفاوت داره، پس یعنی که داخل دو جای متفاوت داره استفاده میشه. یعنی چی؟ یعنی از دیدگاه یک تابع یک پارامتر متغیری که داخل پرانتز در زمان تعریف تابع مشخص میشه. اوکی؟ پس یعنی چی؟ یعنی که ما یک تابع رو اومدیم تعریف کردیم، پس زمان تعریف هر چیزی که داخل این پرانتز قرار بدیم به عنوان یک پارامتر هستش. اوکی؟ اسمش میشه پارامتر. ولی آرگومان میشه چی؟ آرگومان میشه مقداری هست که هنگام فراخوانی تابع با اون ارسال میشه. پس این میادی که در زمان کال کردن یک تابع ما داریم برای یک تعریف اون تابع میفرستیم، یعنی این تابع رو داریم صدا میزنیم، این تابع چه اتفاقی میفته؟ برای زمانی که ما صدا میزنیم برمیگرده ببینه که بلوک کدش چی هست و اون بلوک کد رو اجرا کنه. این اسم هایی که این ورودی هایی که ما در جلوی یک تابع قرار میدیم در واقع میشن آرگومان. ولی اگر در زمان تعریف باشه و ما اونها رو در زمان تعریف تابع جلوی پرانتز باز و بسته گذاشته باشیم میشه پارامتر. یعنی این میاد میره داخل همین نیم میشینه داخل این زمانی که یک تابع داره فراخوانی میشه و صدا زده میشه. اما زمانی که داریم اینجا میذاریمش میشه آرگومان و زمانی که در زمان تعریف هست میشه پارامتر. یعنی در واقع
آرگومان و پارامتر یک چیز هستن، یعنی یک چیز در واقع یک ماهیت دارن، اما نحوه استفادهشون، یعنی زمانی که یک تابع رو داریم تعریف میکنیم اون ورودی ها میشن پارامتر، ولی در زمان کال کردن یک تابع اون چیزهایی که داریم میفرستیم رو به عنوان آرگومان اسمش رو میذاریم. درسته؟ پس دوتاش ماهیتشون یکیه، اما در جاهای متفاوت اسمهای متفاوت دارن. خب اما تعداد آرگومان ها به طور پیش‌فرض یک تابع باید با تعداد آرگومان های صحیح فراخوانی بشه. به این معنیه که اگر یک تابع شما 2 تا پارامتر انتظار داره براش بره، تابع باید با 2 تا آرگومان فراخوانی بشه، نه بیشتر نه کمتر. یعنی چی؟ حالا بریم در عمل همین تیکر رو هم با هم ببینیم. نگاه کنید، الان مثلا من یک تابع دارم به اسم شو نیم و یک نیم میگیره و یک فامیلی میگیره. درسته؟ 2 تا پارامتر داره و گفتیم که پارامترها به وسیله کاما از هم جدا میشن. مسئله که اینجا پیش میاد اینه که اگر من بیام و زمانی که دارم این تابع رو صدا میزنم یا کالش میکنم این ورودی رو ازش بگیرم، یعنی یک ورودی بفرستم، اما یعنی یک آرگومان بفرستم، اما ایشون انتظار 2 تا در واقع پارامتر داره. الان دیگه مفهوم پارامتر و آرگومان فکر کنم دیگه براتون جا افتاده باشه. پس اینجا من یک آرگومان دارم میفرستم، اما ایشون 2 تا پارامتر مورد انتظارش هست. گفتیم که آرگومان و پارامتر یک مفهوم مشابه هستند ولی با اسمهای متفاوت، چون که در جاهای متفاوت دارن تعریف میشن. پس اگر من این رو اجرا بزنم همونجوری که میبینید داره برای من خطا میده. خطاش چیه؟ تایپ ارور هست. میگه که show name miss one requirement potential arguments. میگه چی؟ میگه شما یک دونه آرگومان رو نفرستادی با اون آرگومانی به اسم فامیلی. میبینید خیلی راحت اون خطا داره به ما توضیح میده که چه مشکلی در جریان اجرای برنامه پیش اومده. پس همونجور که دیدید گفتیم که یک تابع اگر هر تعداد پارامتری رو براش تعریف کرده باشیم در زمان تعریف، به همون تعداد باید براش آرگومان در هنگام فراخوانی یک تابع براش بفرستیم. پس نیازه که این مشخصات نوشادی که به عنوان فامیلی هست رو هم براش بفرستیم. پس تعداد پارامترها و تعداد آرگومان ها باید با هم برابر باشه، چون قرار این بر جای این بشینه، این باید بر جای این بشینه. ولی زمانی که یک آرگومان کمتر میفرستین، مفسر پایتون میگه که آقا این تابع که شما تعریف کردید باید 2 تا پارامتر داشته باشه، چرا براش یکی فرستادی؟ شما یکی رو براش نفرستادی. این هم برای بحث تعداد آرگومان ها که باید برابر باشن، نه بیشتر نه کمتر. یعنی چی؟ یعنی اگر من بیام و اینجا مثلا بگم که آقای نوشادی الان 30 سالش هست، این پارامتر یعنی آرگومنت سومی میشه که دارم میفرستم، بازم اجرا بزنم همینجوره. میگه چی؟ بازم خطایی که میده میگه که تابع شو نیم انتظار داشته که 2 تا آرگومان براش بره، اما شما 3 تا براشون فرستادی، پس یک آرگومان اضافه داری میفرستی. اوکی؟ پس نه بیشتر نه کمتر. این هم برای این موضوع بعدی که وجود داره اینه که آرگومان های دلخواه به اسم استار آرگز هستش. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر نمیدونید چند آرگومان به تابع ارسال میشه، قبل از نام پارامتر در تعریف یک تابع یک استار اضافه کنید. به این ترتیب تابع چندین آرگومان رو میتونه دریافت بکنه. حالا این یعنی چی؟ میریم روی کد با هم کار میکنیم متوجه میشیم. بزنین حالا این اسلاید رو تموم بکنیم. بحث بعدی بحث کیورد هستش. یعنی چی؟ یعنی که میتونید آرگومان ها رو با کی ولیو براشون ارسال کنید. به این ترتیب آرگومان ها هم مهم هستش. یعنی چی؟ یعنی زمانی که شما یک پارامتری رو تعریف کردین، اوکی، میتونید در زمان کال کردن یا صدا زدن یک تابع بگید که مثلا این پارامتری که بود، یعنی اسم پارامتر رو مینویسی و ولیو رو میذاری جلوش. اینجوری دیگه یک مثلا اینکه یک اضافه کاریه. یعنی شما میدونی که این پارامتر مثلا x، پارامتر x رو داری برای تابع میفرستی، ولی بازم میگی که من x هم این مقدار هستش، یعنی به صورت کی ولیو برای تابع اون رو میفرستی. و بحث بعدی دوباره آرگومان های کیورد دلخواه هستش که به صورت استار KW هستش. یعنی چی؟ یعنی اگر نمیدونی چند تا آرگومان کلمه کلیدی داری برای تابع ارسال میکنی، 2 تا ستاره قبل از اون نام پارامتر در تعریف تابع میذاری و این کار باعث میشه که شما هر تعداد کی ولیویی که میخواین برای اون تابع بفرستین. یعنی اون محدودیتی که در اسلاید قبلی گفتم که نه بیشتر میشه نه کمتر برای یک تابع نمیتونین بفرستین رو یه جور دور میزنین. یعنی به شما اجازه میده که مقادیر بیشتری رو برای یک تابع بفرستین، ولی تابع مثلا با اون چیزی که خودش لازم داره بخواد از اون استفاده بکنه. یعنی یک سری دیتا اضافه، یک سری آرگومان های اضافه میفرستین، اوکی، اما خود تابع میدونه که مثلا از کدومش میخواد استفاده بکنه.
خب بریم در اول رو ببینیم. اول در مورد استار آرک صحبت میکنیم. خب اینجا دیدیم که یک تابع در واقع تعداد ورودی هایی که داشته باشه، حالا اینا رو هم من پاکش کنم که این قشنگ بیاد بالا. تعداد ورودی هایی که میتونه داشته باشه 2 تاه، پس ما باید حتما 2 تا آرگومان براش بفرستیم. اوکی؟ اما گفتیم که این محدودیت رو میتونیم با چی پر کنیم؟ این محدودیت رو میتونیم با استار آرگز پر بکنیم. نگاه کنید این استار آرگز در واقع اینجوری بهتون بگم که محدود نیست که حتما اسمش رو استار آرگز بذارین، اینجوری میذاریم که مثلا معلوم بشه که ما داریم چندین آرگومنت میخوایم براتون بفرستیم. مثلا اسمش رو میتونیم بذاریم چی؟ بذاریم مثلا علی، هر اسمی که دوست داشته باشیم میتونیم بذاریم. اما اینجا سوالی که پیش میاد اینه که پس ما دیگه نمیتونیم از نیم و فامیلی استفاده بکنیم. یعنی علی خودش دارای یک ساختار ایتریبل هست، یعنی چندین داده رو میتونیم همزمان برای یک تابع بفرستیم. پس همونجور که میبینید مثل لیست ها دارای ایندکس میشه استار علی. اوکی؟ پس استار علی حالا جالب نیست، ولی خب اینو میتونیم بذاریم مثلا در واقع همون آرگز بذاریم قشنگتره. یعنی ما میخوایم تعداد متفاوتی آرگومنت برات بفرستیم، اما این آرگومنت ها دارای ایندکس هستن. پس هر تعداد آرگومنتی که داریم براش میفرستیم مثل یک لیست داخل یک استار آرگز ذخیره میشه و ما میتونیم اون رو استفاده کنیم. یعنی اینجا من میتونم بنویسم آرگز ایندکس صفرمش رو اول برای من چاپ بکن، توجه کن مثل لیست ها گفتم و مثل لیست ها دارای ایندکس هستش، و بعدش بیا مثلا آرگز ارزم به حضور شما مثلا ایندکس یکمش رو برای من چاپ بکن. اگر الان بیام و این کد رو اجرا بکنم دوباره میبینید که میاد نوشادی رو داره برای من چاپ میکنه. یعنی که اون آرگومنت، اون آرگومان هایی که من اینجا داخل هنگام تعریف یک تابع دارم براش میفرستم محدودیتی دیگه نداره. یعنی مثلا اگر من بیام و اینجا یک عدد 30 هم براش بفرستم و اجرا بزنم همونجوری که خطایی برای من نمیده، چون استار آرگز یک مجموعه داره یعنی یک مجموعه از آرگومان ها رو داره برای سمت تابع شونه میفرسته. اوکی؟ حالا شاید ما نیاز نداشته باشیم از همه آرگومان ها استفاده بکنیم. اوکی؟ مثلا نیاز داریم فقط از ایندکس صفرمون آرگز ها در واقع و ایندکس یکمش استفاده کنیم. اگر نیاز بود که مثلا از ایندکس بعدیش استفاده کنیم اونم قرار میدیم. همونجور که دیدین الان دیگه محدودیتی نداریم که چه تعداد داریم برای یک تابع دیتا میفرستیم. اگر بخوایم مثلا از اون هم استفاده کنیم میتونیم بذاریم آرگز و ایندکس دومش رو هم بی زحمت بذار جلوش و برای ما پرینت کنه. اگر اجرا بزنم همونجوری که میاد نوشادی 30 رو برای من چاپ میکنه. من حتی میتونم بگم که آقا اصلا ایندکس یکمش هم لازم ندارم، فقط دنبال آرگومان اول هستم و آرگومان سوم، یعنی آرگومان ایندکس صفرم و آرگومان ایندکس دوم هستم. و اگر اجرا بزنم بازم میبینید که هیچ محدودیتی داخلش ایجاد نمیشه. حتی من میتونم دوباره بیام یک دونه براش بفرستم. اوکی؟ یک دونه براش بفرستم. اما اینجا که وجود میاد میگه خب شما دارین استار آرگز رو میفرستین. زمانی که استار آرگز رو با یک دیتا داریم میفرستین من میدونم که این استار آرگز یک ایندکس بیشتر نداره. پس این ایندکس دومی که اینجا نوشتی یک چیز اضافیه، من این رو نمیفهمم. پس من باید اون رو چیکار کنم؟ پاکش بکنم و اجرا بزنم. باز هم میبینید کلمه میاد رو داره برای من چاپ میکنه. پس استار آرگز شد این توانایی رو به ما میده که ما بتونیم به تعداد دلخواه برای یک تابع آرگومان بفرستیم. اوکی؟ و اون آرگومان ها رو داخل اون تابع به وسیله ایندکس ها بهش دسترسی داریم. اون آرگومان ها در قالب یک اسمی که بعد از استار می نویسیم میاد برای ما قرار میده. مثلا اینجا میذارم استار نیمز. اوکی؟ یعنی من میخوام برات نیم های این رو من چه اینجوری کردم؟ خب نیمز یعنی چی؟ یعنی که من میخوام یک مجموعه اسمی برات بفرستم. اوکی؟ و اسمها میشه چی؟ مثلا میاد و مثلا علی و مثلا رضا. اما چیزی که اینجا وجود داره اینه که من فقط با نیم صفر کار دارم. اوکی؟ و اگر اجرا بزنم فقط میاد رو برای من چاپ میکنه. اگر این صفر رو من بکنم یک برای من دوباره علی رو چاپ میکنه. اگر این یک رو من بکنم دو برای من رضا رو چاپ میکنه. اما اگر بذارم سه به من خطا میده. چرا؟ چون میگه که این استار نیمزی که به صورت داده ترتیبی داره برای من میفرستی کلا سه تا ایندکس بیشتر نداره. ایندکس صفرم، ایندکس یکم و ایندکس دوم. من توش ایندکس سومی نمیبینم. اوکی؟ پس نباید
از ایندکس هایی استفاده کنیم بخاطر اون استار آرگزی که داریم برای یک تابع میفرستیم بیشتر از اون مقدار آرگومان های باشه که داریم برای یک تابع میفرستیم. این یک نکته جالب بود. خب بحث بعدی بحث کی در واقع کیورد هستش. یعنی ما میتونیم برای یک تابع به صورت کی ولیو مقدار بفرستیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا من میام اینجا و میگم که مثلا نیم 1 و نیم 2 و مثلا نیم 3 دارم. یعنی من این تابع شو نیمم داره 3 تا نام رو برای من دریافت میکنه و پرینت میکنه، نیم 1 رو و نیم 2 رو. خیلی ساده دیگه، یعنی فقط ما اینجا داریم پرینتش میکنیم. و نیم 3 رو، یعنی 3 تا نام داره. خب و ما میخوایم این 3 تا نام رو برای شما بفرستیم. پس حالتی که به صورت استار نیستش، اوکی، ما دیگه نمیتونیم نه کمتر براش بفرستیم نه بیشتر براش بفرستیم. برای همین اینجا محدودیت ایجاد میشه. پس باید تعداد آرگومان های ارسالی با پارامترهای تعریف شده در یک تابع دقیقاً با هم برابر باشن. خب در حال KWArgs میشه چی؟ میگم که آقا بی زحمت من میخوام که نیم 1 برابر با میعاد باشه مثلا، خب، و نیم 2 هم برابر با علی باشه و نیم 3 هم برابر با رضا باشه. و اگر اجرا بزنم همونجوری که میعاد، علی و رضا رو چاپ میکنه. الان میگه خب چه کاریه؟ خب من که میدونستم اینا اینجوریان، نیم 1 برای میعاد، نیم 2 برای علی، نیم 3 برای رضا. چرا اینها رو نوشتی؟ نکته که اینجا وجود داره که با خط قرمز نشون دادم اینه که به این ترتیب ما میتونیم ترتیب یعنی ترتیب آرگومان ها دیگه برامون مهم نیست. یعنی چی؟ یعنی من میتونم بگم که آقا میعاد رو بی زحمت بذار نیم 3، خب علی رو بذار مثلا نیم 1 و رضا رو بذار نیم 2. یعنی دیگه ترتیب مهم نیست. اوکی؟ یعنی من میتونم با مشخص کردن نام پارامتر مساوی، حالا اینجا مثلا رشته است، میتونیم هر دیتایی رو اینجا براش ارسال بکنیم. بگیم که بی زحمت نیم 3 بشه میعاد، نه نیم 1 هم بشه میعاد. نیم 1 هم میخواد بشه علی، نیم 1 هم نمیخواد بشه میعاد، چون میعاد رو داخل جایگاه اول نوشتیم دیگه. پس جایگاه اول باید بشین داخل نیم 1. اما وقتی که از کلید اون در واقع پارامتر استفاده میکنیم دقیقاً بهش میفهمونیم که این آرگومان میعادی که داریم برات میفرستیم برای کلید پارامتر نیم 3 هستش. الان اگر اجرا بذارم همونجوری که میبینید الان دیگه شد علی رضا میعاد، ولی اینجا میعاد علی رضا بود. اوکی؟ پس ما میتونیم ترتیبش رو تغییر بدیم. و نکته بعدی که وجود داره اینه که آرگومان ها رو ما میتونیم چیکار کنیم؟ به صورت دلخواه بفرستیم. مثل اون استار آرگزی بودا که مثلا ما میگفتیم که حالا که داریم آرگومان ها رو میفرستیم به سمت تابع، ولی ما نمیدونیم که مثلا از چند تا از اون آرگومان ها میخواد استفاده بشه، از استار آرگز استفاده میکردیم. اینجا ما حتی میتونیم دوباره از استار KW آرگز استفاده کنیم. یعنی بگیم که آقا یعنی چی؟ یعنی من 3 تا نیم دارم دیگه، درسته؟ و بیام اینجا از کلمه استار مثلا KW آرگز استفاده کنم. بازم میگم که این KW آرگز یک اسمه. اوکی؟ من میتونم در واقع هر اسمی بهش بدم. این KW آرگز که میگم ثابت نیست. مثلا من اینجا میگم که بازم مثل همون حالت میگم نیمز ها، یعنی میخوام یه مجموعه از نیمز ها بفرستم ولی با 2 تا استار آرگز. اینجا دارم به تابع پایتون میفهمونم که ببخشید که دارم براتون میفرستم این ساختاری که درتون میاد تقریبا شبیه ساختار دیکشنریه، یعنی کلید داره. حواست باشه که از کلیدهاش استفاده کنی. ولی در زمانی که از استار آرگز استفاده میکردیم، یعنی یک استار قبل از نام ورودی تابع میذاشتیم و قبل بهش میگفتیم که اینا ایندکس دارن، یعنی مثل لیست ها بود. اوکی؟ مثل لیست ها بود. اما وقتی که 2 تا استار نیمز میذاریم میگیم که آقا یعنی ببخشید من آقا خانم میکنم، مثلا میگم که ماهیت شو نیم تابع این شو نیم، این چیزی که دارم برات میفرستم یه دیکشنری ها، یعنی نه که دیکشنری، یک ساختاری مثل دیکشنری داره، کی ولیو داره. برای همین بازم مثل همون حالت میتونم بگم که حالا بی زحمت از نیمز بیا برای من کلید نیم 1 رو استفاده بکن. اوکی؟ یعنی میخوام که از کلید نیم 1 میخوام برای من استفاده بکنی. اینجا اتفاقی که میفته میاد چیکار میکنه؟ میاد میبینه خب این ساختاری که داری اینجا برای اون تابع داره میره، به هر حال چیزی که براش وجود داره یک سری کلیدهای نیم 1، نیم 2 و نیم 3. پس میگیم که بر اساس اون نیم 1، نیم 2 و نیم 3 که برات دارم میفرستم برای من بیا این کار رو انجام بده. یعنی چی؟ یعنی گفتم مثل ساختار دیکشنری، تقریبا شبیه حالت دیکشنری هست. پس الان نیم 1 ما اینجا چی نام داره؟ به اسم علی هستش.
و اگر اجرا بزنم اتفاقی که میفته فقط کلمه علی رو برای من داره چاپ میکنه، یعنی میره میگرده داخل اون مجموعه شبیه به دیکشنری که داره برای این تابع ارسال میشه، میره دنبال کلیدی میگرده که به اسم نیم باشه. پس دیگه محدودیتی وجود نداره، من اینجا میتونم 10 تا نیم براش بفرستم، اما بگم بی زحمت فقط اون نیم یکه برام مهمه، همون نیم یکه رو برای من بفرست. دوباره شبیه به استار آرت من نمیتونم از کلیدهایی استفاده بکنم که در زمان ارسال، یعنی اون آرگومان هایی که من دارم ارسال میکنم داخلش اون کلید موجود نباشه. کمتر میتونه باشه اما بیشتر نمیتونه باشه، یعنی در واقع بیشتر یعنی اون کلیدی که وجود نداشته باشه رو نداشته باشه نمیشناسه. یعنی چی؟ یعنی مثلا بیام اینجا بگم آقا من نیم در رو میخوام برای من چاپ کنی، اگر اجرا بزنم خطا میزنه. چرا؟ چون میگه کی ارور، یعنی من این کلید رو اصلا نمیبینم توش. اوکی، این کلید رو توش نمیبینم، من کلا چیزی که برام اومده نیم یک علی، نیم دو رضا و نیم سه میعاده، نیم دهی توش نمیبینم، برای همین داره به ما خطا میده. پس اینجا دو تا مفهوم خیلی مهم رو با هم فهمیدیم. اینه که اگر پارامتری با استار آرگز تابع تعریف شده باشه با پارامتر استار آرگز، ما میتونیم، حالا این آرگز هم گفتم قابل تغییر، میتونیم هر تعداد ولیوی رو برای یک تابع بفرستیم که به صورت یک ساختار شبیه به لیست باهاش برخورد میکنه. اگر با استار KW یا استار هر چیزی، اون هر چیزی یه ساختاری شبیه به دیکشنری نیست، یک ساختار کی ولیوی شبیه به دیکشنری هست و ما میتونیم به وسیله داشتن نام اون کلید به ولیوی اون دسترسی داشته باشیم. خب این تا اینجا. بریم سراغ بحث بعدی. بحث بعدی مقادیر پیشفرض هستش. یعنی چی؟ یعنی در زمانی استفاده میشه که ما در تعریف تابع مقدار پیشفرض برای پارامترمون در نظر بگیریم. پس اگر ما در زمان صدا زدن تابع یا کال کردن یک تابع آرگومانی ارسال نشه، میاد از مقادیر پیشفرض استفاده میکنه. اوکی، خیلی چیز مهمیه و خیلی چیز باحالیه. یعنی من بیام چیکار کنم؟ من دوباره میام این رو حالا پاکش کنم، یک تابع می‌نویسم به اسم نیمز، یعنی میخوام یک سری نیم برات بفرستم. اوکی، ولی یا بذارم این بار مثال عددی بزنیم، یک نامبرز، یعنی میخوام یک تابع تعریف کنم که نامبرز هستش. یعنی در واقع میاد چیکار میکنه؟ میاد شو نامبرز برای ما انجام بده، میاد اون عددها رو برای ما نشون میده. حالا اتفاقی که اینجا میفته اینه که اگر من بگم که مثلا عدد، مثلا اولین پارامتری که میخوای بگیری A، دومین پارامتری که میخوای بگیری B. اوکی، و بعد تو بیا برای من پرینت بکن A و B رو. اوکی، میگه الان دیگه باهاش آشنا هستیم. نگاه کنید این ورودی ها میتونه هر دیتایی باشه، الان جلوتر بهش میرسیم. و اینجا میگم که چی؟ مثلا میگم که از شو نامبرز استفاده بکن و عدد 11 و عدد 22 رو بگیر. حالا اگر اجرا بزنم 11 و 22 رو برای من پرینتش میکنه. اما حالا دیدیم که اگر ما مثلا 22 رو براش نفرستم و اجرا بزنم برای من خطا میده، میگه که آقا شو نامبرز نیاز داره هنوز به یک آرگومانی به اسم B، اون B رو هم برام بفرست. حالا این چیزی که ما اینجا گفتیم یعنی چی؟ یعنی مقادیر پیشفرضی ارسال شده برای در واقع یک تابع هستش که الان دیگه میدونیم که اگر ما بیایم و اینجا بیایم مثلا مقداردهی اولیه بکنیم، میگیم که اگر A ارسال نشده بود عدد 0 رو بذار، اگر B هم ارسال نشده بود عدد 0 رو بذار. اوکی، یعنی اینجا هم پارامتر رو تعریف کردیم هم بهش مقدار اولیه دادیم. اوکی، یعنی هم تعریف شده هم مقدار اولیه بهش اختصاص داده شده. تو این حالت حتی اگر من برای تابع هیچی نفرستم، یعنی هیچ پارامتر آرگومانی به عنوان ورودی نفرستم، میگه اشکال نداره تو که نفرستادی، اما زمانی که تو اومدی تابع رو تعریف کردی به من گفتی که هم A صفره هم B صفره. حالا اگر اجرا بزنم میبینید تو صفر برای من نشون میده. حالا اگر بیام فقط 11 بفرستم، اولی رو که 11 هست میذاره جای A، دیگه از مقدار پیشفرضش صرف نظر میکنه و میذاره 11 و 0. و حتی اگر دو تا براش بفرستم، مثلا 22 رو بفرستم، دیگه اصلا کاری با اون مقادیر پیشفرض نداره و 11 و 22 رو برای من پرینتش میکنه. این برای مقادیر پیشفرض. حالا سوالی که اینجا پیش میاد، ارسال یک لیست به عنوان یک آرگومان. یعنی شما میتونید هر نوع داده‌ای به عنوان مثال آرگومان های، یعنی به عنوان مثال یک رشته، یک عدد، یک لیست، یک دیکشنری و هر چیزی رو برای یک تابع بفرستیم و به عنوان همون نوع داده در داخل اون تابع در نظر گرفته میشه. مثل همون استار آرگزی که توضیح دادم، میگفت یک مثلا میاد یک ساختار شبیه به یک لیست رو داره دریافت میکنه. پس یعنی ما میتونیم هر نوع داده‌ای رو برای یک رشته بفرستیم. الان میبینیم جلوتر اینو با هم کار میکنیم. و بحث بعدی بازگشت یک مقداره.
یعنی چی؟ یعنی برای اینکه یک تابع مقداری رو برای ما برگردونه از عبارت ریترن استفاده میکنیم. حالا یعنی برگردوندن یعنی چی؟ نگاه کنید ما تا اینجا اومدیم از متد پرینت استفاده کردیم، یعنی گفتیم که هر وقت این تابع صدا زده شد تو برو داخل مثلا ترمینال یه چیزی رو برای من چاپش بکن. اما بعضی موقع است که آقا من نمیخوام چیزی رو داخل ترمینال چاپ کنم، میخوام تابع برای من یه کاری بکنه و اون نتیجه رو برای من بفرسته داخل یک جای دیگه از برنامه‌ام که اون نتیجه رو من لازم دارم، من نمیخوام داخل ترمینال بخوام برای من چاپ بشه. برای این کار ما میریم از کلمه ریترن استفاده میکنیم، یعنی میگیم ای تابع تو همه ای کاری که کردی نتیجه‌ای رو که به دست آوردی اون نتیجه رو میذاریم جلوی کلمه ریترن، میگیم هر جا که این تابع صدا زده شده بود بی زحمت این دیتایی که تولید کردی رو برام بذار تو همون نقطه. حالا اینا میریم با هم کار میکنیم متوجه میشیم. و قسمت آخر پس استیتمنت هستش. یعنی چی؟ مثل همون ایف استیتمنت، وایل استیتمنت، پس داخل ایف، پس داخل وایل، پس داخل فور. یعنی ما تعریف تابع وقتی نمیخوایم، یعنی نمیتونیم داخلش خالی بذاریم، خب اما اگه به دلیلی نیاز بود که یک تابع رو تعریف کنیم اما توش فعلا تو بدنه بلوکش محتوای نظری، میتونیم از کلمه پس استفاده کنیم تا مفسر پایتون در هنگام اجرای برنامه برای ما خطایی در نظر نگیره. این خیلی مهمه. خب بریم حالا هم قسمت هر نوع داده و بازگشت تابع و پس استیتمنت رو با هم کار بکنیم. پس ما تا اینجا فهمیدیم که میتونیم برای تابع هر چیزی رو بفرستیم. مثلا من اینجا یک مثلا لیست نیمی میذارم، اوکی چی نوشتم لیست نیم، و اینجا میگم چی؟ میگم که آقا برای تو یک لیستی من میفرستم، اوکی در واقع یک لیستی یکی برای تو من میفرستم و بی زحمت برای من پرینت بکن چی رو؟ اون لیست یک رو. اوکی اون لیست یک رو برای من پرینت بکن. من اینجا از کلمه لیست یک استفاده کردم که مفهوم برامون نزدیک بشه، یعنی بدونیم که الان میخوایم یک دیتای لیستی برای این ما بفرستیم. ما تا اینجا هم رشته فرستادیم هم عدد فرستادیم، اما این بار میتونیم حتی خود یک لیست رو بفرستیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا من بیام اون در واقع لیست نیمم رو صدا بزنم، اما حالا میدونم که نگاه کنید اینجا میدونم که من میخوام که برای این تابع لیست بفرستم. مهم نیست که من اینجا چی نوشتم. مثلا اینجا من بیام مثلا بنویسم علی، نگاه کنید ببخشید من اینجا بیام بنویسم چی؟ بیام بنویسم علی. من میخوام یک علی رو برای تو بفرستم. ماهیت علی دیگه برای تابع مهم نیست، هر چیزی باشه با همون حالت باهاش برخورد میکنه. مثلا من میگم چی؟ میگم که بی زحمت لیست یک، لیست دو، حالا نیم گفتم بذار نیم بذارم، مثلا میگم که میعاد رو و علی رو علی رو به عنوان آرگومان دارم برای تابع تو میفرستم. اگر اجرا بزنم همونجوری که اون لیست رو داره برای من برمیگردونه. اوکی یعنی خود اون لیست رو گرفته و خود اون لیست رو داره برامون چاپ میکنه. یادمون هست که وقتی که لیست هست پس من میتونم چیکار بکنم؟ من میتونم با ایندکس برم سراغ محتواش، یعنی بگم علی ایندکس صفر. حالا دیگه ما میدونیم که این علی میتونه متغیر باشه، پس من میام اینجا چیکار میکنم؟ اینجا همون لیست یک رو استفاده میکنم، میگم یه لیست یکی داره برات میاد، بی زحمت ایندکس صفر اون لیست یک رو برای من پرینت کن. درسته ما یک لیست براش فرستادیم اما خروجی تابعمون فقط میشه یک محتوای رشته‌ای میعاد و اگر اجرا بزنم همونجوری که میبینید کلمه میعاد رشته میعاد رو داره برای من چاپ میکنه. پس هر نوع دیتایی رو ما براش بفرستیم اون دیتا رو با اون ساختار خودش داخل خود بدنه بلوک اون تابع باهاش برخورد میکنه. مثلا من میتونم بگم که اصلا آقا من یه دیکت یکی دارم، اوکی من بکنم دیکت یکی دارم، خب میخوام با این دیکت یکی رو برخورد کنم. ما میدونستیم که داخل ساختارهای دیکشنری اوکی ما کلید و ولیو داریم. اوکی پس من میتونم بگم که اینجا بیام بگم که مثلا نیم یک برابر نیم یک میشه میعاد و مثلا نیم دو میشه علی. اما میدونیم که دیکشنری ها دیگه ایندکس ندارن، باید از چی استفاده کنیم؟ باید از اسم کلید استفاده کنیم و این بار میگم بی زحمت نیم یک رو برای من بیار، یعنی برو داخل این دیکشنری که برات اومده بیا و نیم یک رو برای من برگردون و نیم یک هم که میدونیم که مقدارش میعاد هستش. حالا اگر اجرا بزنم همونجوری که میبینید باز مقدار میعاد رو داره برای من برمیگردونه. پس مهم نیست که یک تابع ما چی داریم براش میفرستیم، هر چیزی رو براش بفرستیم داخل بدنه خودش با همون نوع ساختار داده باهاش برخورد میکنه و نیازی نیست که ما مثلا تبدیلی داخل دیتا ها بخوایم انجام بدیم. هر چیزی براش بفرستیم همون رو دریافت میکنه و با همون شروع میکنه روش کار کردن. خب بحث بعدی میشه بحث بازگشت مقدار، یعنی برای اینکه یک تابع مقداری رو برگردونه ما میتونیم از عبارت ریترن استفاده کنیم. حالا این یعنی چی؟
نگاه کنید ما تا اینجا از کلمه پرینت استفاده میکردیم، اوکی؟ ولی الان من میام میگم چی؟ میگم بی زحمت برای تو اگر خب یک پارامتری به اسم x اومد دیگه الان چیزش نیست دیگه، یعنی در واقع مهم نیست براش چیه، بیا برای من ریترن بکن. میگه خب چی رو میخوام من برات برگردونم؟ حالا برگردون کجا برمیگردون رو بهتون توضیح میدم. میگه چی؟ خب منو حالا صدا زدی، حالا این هم بذاریم در واقع هم فقط یه شو خالی بنویسیم که میخواد چیزی رو بهمون نشون بده، یا بذاریم هم شو بالا بهتر. میگیم خب تا به شو، میگه من یه x دارم، میگه تو ریترن برای من نوشتی، چی میخوای برات برگردونم؟ میگم بی زحمت بیا در واقع یک F2 نقطه میزنم، یعنی میخوام یک ساختار رشته‌ای قابل فرمت بندی برات بفرستم. بی زحمت بیا دو تا ستاره اینجا بذار و بعد بیا x رو بذار اینجا و بعد 2 تا ستاره بذار بعدش. اوکی؟ یعنی x رو میگیره یک تغییر روش میده و اون رو برای من برمیگردونه. اوکی، پس داره یه چیزی رو برمیگردونه. پس من میام میگم چی؟ میگم خب حالا من یه متغیر در واقع مثلا شونه میدارم، شو نزنم که به اون نزدیک بشه، یه پارامتری دارم به اسم مثلا y. خب اما این y حاصل چیه؟ حاصل ترکیب ورودی تابع شو هست. مثلا من اینجا میام اسم میاد رو بهش میدم، اوکی، و اون رو به اضافه میکنم با مثلا رشته نوشادی. اوکی، پس یعنی من گفتم که آقای تابع یا خانم تابع شو، میگم آقا خانم تابع شو، بی زحمت هر جا من صدا زدم این کانتنتی که جلوی ریترن نوشتم رو وردار برای من بذار اینجا. و اینجا که چون ما از به اضافه استفاده کردیم میدونیم که در واقع این اتفاقی که میفته یک کانکتی داخل رشته ها اتفاق میفته. اینا رو من داخل ویدیوی مربوط به رشته ها در موردش به کلی صحبت کردم که این دقیقاً چیزی که اینجا دارم می‌نویسم یعنی چیا. اگه دوست داشتین لینکش رو داخل دیسکریپشن میذارم، برید اونم ویدیوی مربوط به رشته ها هم ببینید. پس اینجا اتفاقی که میفته اینه که من یعنی برگشت یک مقدار رو ورداشتم توی یک متغیر دیگه استفاده کردم، اوکی، و بعدش مثلا چند خط بعدیش اومدم گفتم آقا بی زحمت برای من پرینت کن وای رو. اوکی، برای من پرینت کن وای رو، یعنی من محتوای برگشت یک تابع یه جای دیگه استفاده کردم و یک متغیر جدید باش ساختم و اون متغیر جدید دارم پرینت میکنم. پس یعنی دیگه نیازی نیست که من حتما اینجا از پرینت استفاده کنم برای مثلا استفاده از تابم و از ریترن استفاده میکنم. میگم بی زحمت این ریترنی که من براتون گذاشتم داخل تاب بدنه بلوکت، هر چیزی که جلوش بود رو برای من بیار اون جایی که چیکار کردم، تابه رو فراخوانی کردم، تابه رو صدا زدم. الان اگر اجرا بزنم همونجوری که میبینید اون ساختاره، یعنی اون متغیر میادی که من جلوی شو گذاشتم رو به فرمتی که من مد نظرم بوده در آورده و نوشادی رو جلوش نوشته. پس الزامی نیست که حتما داخل تابع ما بخوایم از پرینت استفاده کنیم و معمولا تقریبا 99% موارد ما از ریترن استفاده میکنیم برای یک تابع. چون یک تابع داره یک کاری برامون انجام میده و ما اون کار رو نیاز داریم یک جای دیگه استفاده بکنیم. اوکی، نیاز نیست که حتما تو ترمینال بخواد برای ما پرینت بشه، شاید یک محاسباتی باشه و اون محاسبات رو برای ما انجام بده و اون نتیجه اون محاسبات رو برای ما برگردونه. اوکی، پس اینجوریه. یک مثال دیگه بزنم که مطلب قشنگ جا بیفته. نگاه کنید من میام چیکار میکنم، من یک دفعه می‌نویسم به اسم سامز، یعنی داره برای من چیکار میکنه، داره برای من جمع انجام میده و دو تا مقدار میگیره، مقدار A و B. اوکی، و میگم ریترن کن برای من A پلاس B. یعنی چی؟ یعنی A رو با B جمع بکن و مقدار این جمع رو برای من برگردون. پس من میام اینجا چیکار میکنم، حالا دیگه میخوام از بازگشت یک تابع استفاده کنم. میگم یک متغیری میسازم مثلا به اسم Z و میگم که این Z میشه حاصل سامز در واقع عدد 1 و عدد مثلا 34. خب به علاوه مثلا متغیر دیگه اینجا اصلا تعریف میکنم به اسم مثلا G که برابر هستش با مثلا عدد 112 و میگم بی زحمت این سام هرچی نتیجهش بود، هرچی این نتیجه این بود، خب چون ریترن داره وردار بیا بذار همینجا. یعنی این تابع رو صدا زدم، این تابع میره این بدنه رو شروع میکنه به کار انداختن و میاد این دو تا پارامتری که به عنوان آرگومنت که به عنوان ورودی بهش دادم میذاره داخل این پارامترهای A و B، یک چیزی رو به دست میاره با اون یک چیزی رو دیگه تو ترمینال برای من چاپ نمیکنه، ور میداره میاره دوباره میذاره سر جاش.
یعنی صدا زده میره کارشو انجام میده، میگه حالا تو که صدا من زدی این مقدار تحویل تو، پس اون مثل یک در واقع متغیر میشه، دوباره میاد اون مقدار اونجا حساب میکنه و میذاره جای خودش و میگم اون رو با جی جمع بکن برای من. اوکی، و بعدش میگم چی؟ میگم برای من پرینتش بکن اون مقدار زد رو. دیدید خیلی جالب هست و اگر اجرا بزنیم این عدد 147 رو داره بر من برمیگردونه. یکم حالا راحت‌ترش کنیم، این رو من بذارم عدد 10، خب این رو هم بذارم مثلا عدد 2. یعنی چی؟ یعنی 2 رو با 1 جمع بکن که میشه 3 رو به اضافه 10 بکن که میشه 13 و اون وقت 13 رو برای من میاد پرینت میکنه. و همین راحتی و همین خوشمزگی. این هم در مورد این موضوع. خب موضوع بعدی بحث پتانسیال اونلیه، یعنی آرگومان های پتانسیال اونلیه. یعنی چی؟ یعنی که ما میتونیم مشخص کنیم که یک تابع میتونه فقط یا آرگومان های موقعیتی داشته باشه یا آرگومان های کلمه کلیدی داشته باشه. یعنی ما میتونیم بگیم که یک تابع خب هم میتونه فقط آرگومان هایی بگیره که بدون کلید ولیو باشن، یا میتونه آرگومان هایی بگیره که فقط کلید ولیو داشته باشه. یعنی آرگومان هایی که داره میره سمت تابع فقط با کلید مقدار باشه یا فقط ولیو باشه. اوکی، الان توضیح میدم بیشتر متوجه میشید. پس برای مشخص کردن که یک تابع فقط میتونه از آرگومان های موقعیتی استفاده بکنه، از علامت کاما و اسلش رو باید به انتهای اون پارامترها اضافه بکنیم. و بحث بعدی میشه کیورد اونلی. یعنی چی؟ یعنی برای مشخص کردن که یک تابع فقط میتونه آرگومان های کلمه کلیدی داشته باشه، یک استار رو قبل از اون آرگومان اضافه میکنیم. این خیلی مهم هستش. و بحث آخری که اینجا این اسلاید میخوام باهاش بررسی کنیم بحث توابع بازگشتیه که بسیار چیز باحالیه. یعنی چی؟ یعنی بازگشت کلا یک مفهوم رایج توی ریاضی و برنامه‌نویسیه. یعنی چی؟ یعنی یک تابع میتونه خودش رو داخل خودش فراخوانی بکنه. پس این یک مزیته که میتونیم داده ها رو برای رسیدن به یک نتیجه حلقه بکنیم. یعنی چی؟ میگم بازم الان توضیح میدم که فهمید. معروف در این مثال یک تابع بازگشتی تابع فاکتوریاله. یعنی چی؟ مثلا من میخوام 5 فاکتوریال رو حساب بکنم. 5 فاکتوریال میشه چی؟ میشه 5 ضرب در 4 فاکتوریال. حالا دوباره باید 4 فاکتوریال رو حساب بکنیم. پس میگیم 5 ضرب در 4 ضرب در 3 فاکتوریال. می‌بینی؟ پس اینجور همه، یعنی هر بار این تابع فاکتوریال داره تکرار میشه و این تکرار باید تا جایی بره که به یک مقدار برسه و بعد برگرده و همه این مقدارها رو دوباره جمع بکنه با خودش و نتیجه رو برای ما برگردونه. یکی میشد نامفهوم باشه، الان میریم با هم کار میکنیم متوجه میشید. خب بریم اول سراغ آرگومان های پتانسیال اونلی. یعنی چی؟ نگاه کنید، من اینا رو پاک بکنم، یک تابع می‌نویسم به اسم نامبرز. اوکی، و میگم که من میخوام A و B رو برای تو بفرستم و حالا دوباره از هم پرینت استفاده میکنیم چون میخوایم داخل ترمینال چیزی برامون برگرده، نمیخوایم از نتیجهش جایی استفاده بکنیم. میگی برای من پرینت کن A رو و B رو. اوکی، این تعریف ساده‌ای بود دیگه، از یک متد بود و ما میتونستیم بگیم که نامبرز رو صدا بزنیم و مثلا عدد 10 و عدد 20 رو بهش بدیم و اگر اجرا بزنیم همونجوری که عدد 10 و 20 رو میومد داخل ترمینال برای ما نشون میداد. حالا اگر من بیام بگم که میخوام A برابر با 10 باشه و B برابر با 20 باشه، هم دیدید که میتونستیم این کار بکنیم. یعنی به صورت کلید مقدار بخوایم برای یک تابع ورودی بفرستیم، باز هم همون عدد 10 20 رو برای من برمیگردونه، چون بهش گفتیم که در واقع پارامتر آی که اینجا داری، من اومدم داخل آرگومان هایی که برات فرستادم عدد 10 رو براش قرار دادم، پس A حتما باید 10 باشه. اوکی، من میتونستم اینو بکنم B و اینو بکنم A، یعنی حتی جای پارامترها رو عوض بکنم، ولی این بار 20 و 10 رو برای من برمیگردونه. حالا اگر من بیام و یک کاما بذارم و اینجا یک اسلش بذارم چه اتفاقی میفته؟ این داره به من میگه که این پارامتر A و B اگر برای تابع ارسال شد نباید با کلید مقدار باشه. اوکی، یعنی اینجا تابع رو ملزم میکنیم که زمانی که داره برات پارامتری میاد که بخوای استفاده، یعنی آرگومانی میاد که برات استفاده کنی، نباید حالت کلید مقدار داشته باشه، فقط باید حالت ولیوی تنها باشه. الان اگر اجرا بزنم میبینید داره به من خطا میده. میگه چرا؟ میگه تو از پتانسیال اونلی استفاده کردی و نمیتونی از کیورد استفاده بکنی. برای همین من میتونم این در واقع کلیدها رو پاک کنم و اگر اجرا بزنم الان این دوباره همون 10 و 20 رو داره برای من چاپ میکنه و دیگه برای من خطایی ایجاد نمیکنه. برعکس این حالت هم صادقه. یعنی من چی؟ یعنی بیام حالت کدوم میشه؟ حالت کیورد اونلی. یعنی من میگم هر پارامتری که داخل تابع تعریف شده، آرگومان هایی که میخوای به سمتش بفرستی حتما باید دارای کلید باشن
من پارامتر یعنی آرگومان هایی که به صورت بدون کلید میاد رو قبول نمی کنم. برای این حالت میشد چی؟ برای این حالت خیلی راحت من می اومدم اینجا یک ستاره میذاشتم و یک کاما. اینجا الان اگر من اجرا بزنم داره خطا میده. اوکی؟ پس من میام اینجا چیکار میکنم؟ اینجا میام میگم که A برابر است با 10، B برابر است با 20 و الان اگر اجرا بزنم همونجوری که میگم عدد 10 و 20 رو داره برای من چاپ میکنه. یعنی اینجا ما دوباره ملزمش کردیم که هر آرگومانی که داره سمت تعریف یک تابع میاد باید با کلید مقدار باشه و با مقدار خالی اون باهاش کار نمیکنه. این یه جور محدودسازی انتقال آرگومان ها به سمت تعریف یک تابع هست. خب بریم سراغ تابع بازگشتی. نگاه کنید، تابع بازگشتی گفتیم که یک مفهوم خیلی مهمیه داخل ریاضی و برنامه‌نویسی. گفتیم که معروف‌ترین مثالش فاکتوریال هست. یعنی ما میتونیم نتیجه ها رو حلقه بکنیم، یعنی یک نتیجه رو دوباره داخل خود تابع استفاده بکنیم و دوباره تابع رو داخل تابع صدا بزنیم و این کار رو برای ما انجام بده. خب نگاه کنید، من این رو پاک بکنم. مثلا من میخوام بیام چیکار کنم؟ بیام و 5 فاکتوریال رو حساب بکنم دیگه. درسته؟ من میخوام 5 فاکتوریال رو حساب بکنم. 5 فاکتوریال در واقع تعریفش میشه چی؟ در واقع تعریفش میشه 5 ضرب در 4 فاکتوریال. اوکی؟ و حالا سوالی که اینجا پیش میاد اینه که دوباره 4 فاکتوریال میشه چی؟ 4 فاکتوریال دوباره میشه 3 ضرب در 2 فاکتوریال و دوباره مثلا میگیم چی؟ میگیم که 3 فاکتوریال میشه چی؟ میشه در واقع اینو جابجا نوشتم 4 ضرب در 3 فاکتوریال و 3 فاکتوریال میشه 3 ضرب در 2 فاکتوریال و مثلا 2 فاکتوریال میشه چی؟ میشه 2 ضرب در 1 فاکتوریال و میدونیم که 1 فاکتوریال در واقع انتهای یک عملیات هستش و اگر اینها رو همه رو پشت سر هم بچینیم در واقع پس 5 فاکتوریال حاصل در واقع 5 ضرب در 4 ضرب در 3 ضرب در 2 ضرب در 1 هستش. اوکی؟ یعنی اینها رو پشت سر هم میچینه. اما مثلا وقتی که میخواد بیاد این تیکر رو حساب بکنه مجبور دوباره تابع فاکتوریال رو صدا بزنه. وقتی که میخواد این تیکر رو حساب بکنه دوباره مجبور بیاد این تابع رو صدا بزنه و وقتی که میخواد این تیکر رو اجرا بکنه مجبوره که بیاد این تیکر رو حساب بکنه. خب پس اینجوری میبینیم که تابع فاکتوریال رو وقتی که ما بسازیم باز نیازی که داخل خودش اون تابع رو استفاده بکنیم، یعنی خود تابع رو دوباره داخل خود تابع بخوایم استفاده بکنیم. خب اینجا باید چیکار بکنیم؟ نگاه کنید، مثلا من میام که یک تابع مینویسم به اسم def و اسمشو میذارم f، یعنی من میخوام یک فاکتوریال حساب بکنم و مثلا میگم یک مقدار x رو دارم برای تو میفرستم. اینجا میایم چیکار میکنیم؟ میگیم که حالا اگر که فاکتوریال 1 باشه، یعنی اگر x مقدار 1 باشه فاکتوریالش همون 1 هستش، یعنی 1 فاکتوریال برابر است با 1. پس اگر x برابر با 1 بود، اوکی، بی زحمت برای من برگردون خود مقدار x رو، یعنی نتیجه رو هرچی بود برگردون و مقدارش رو مثلا 1 هست همون 1 رو برای من برگردون. اما اگر 1 نبود چی؟ یعنی else. اگر 1 نبود چی؟ اگر 1 نبود بی زحمت بیا x رو مثلا اگر 5 هستش x رو ضرب در فاکتوریال x منهای 1 بکن، یعنی 5 بود 5 رو این در واقع باید بزنیم میخواد ریترن دیگه، یعنی بگیم که مثلا x رو بی زحمت هرچی بود ضرب در فاکتوریال یکی کمتر خودش بکن. دیدید ما اینجا گفتیم 5 فاکتوریال میشه 5 ضرب در 4 فاکتوریال، اما وقتی که بخوایم 4 فاکتوریال حساب بکنیم باید دوباره بیایم بگیم که چی؟ بگیم 4 فاکتوریال میشه 3 ضرب در 3 فاکتوریال، همینجوری بریم تا به نتیجه ثابت برسیم. یعنی چی؟ یعنی اگر ما بیام اینجا و بنویسم 1 فاکتوریال برابر است با 1، یعنی دیگه اینجا توی نتیجه هیچ فاکتوریالی وجود نداره. پس این 1 فاکتوریال رو باید برداریم بذاریم جای این، نتیجه میشه 2 فاکتوریال. این 2 فاکتوریال رو برداریم بذاریم جای این 2 فاکتوریال و این نتیجه حاصلش میشه 3 فاکتوریال و 3 فاکتوریال بذاریم اینجا و این حاصل میشه 4 فاکتوریال و 4 فاکتوریال رو بذاریم اینجا تا مقدار 5 فاکتوریال به دست بیاد. دیدید مثل یک حلقه بود، اول از بالا اومدیم پایین دوباره یکی یکی چیدیم رو هم تا مقدار 5 فاکتوریال به دست اومد. اینجا هم همینجوریه، میاد چیکار میکنه؟ میاد میگیم مثلا 5 فاکتوریال، میاد 5 رو میذاره اینجا، یکی ازش کم میکنه میشه 4.
پس باز نیاز داره که 4 فاکتوریال رو حساب بکنه. پس مقدار 4 رو ور میداره میذاره اینجا. اوکی، پس شروع میکنه روی 4 حساب کردن. دوباره میاد چیکار میکنه؟ دوباره میاد میبینه که آیا 4 برابر با 1 میگه نه، میاد داخل خط الس پایینی. پس دوباره x رو ضرب در فاکتوریالش میکنه و همین کار هی انجام میده تا نتیجه کلی حاصل بشه. و در نهایت اگر من بیام و پرینت کنم مثلا f عدد 5 رو و اجرا بزنم، همونجوری که این مقدار 120 رو برای من برمیگردونه. الان باز شاید یکم مثلا براتون یعنی قابل درک نباشه، من میام و از دیباگ استفاده میکنم. یک حالت بسیار جالبی هست در واقع VS کد که شما میتونید خط به خط کدهاتون رو تریس بکنید و ببینید که چه اتفاقی داخلش میفته. و اینجا من 2 تا نقطه رو مشخص کردم، همونجوری که من میتونم هر جایی از این کد مشخص بکنم، در واقع به اسم بریک پوینت هست. یعنی میگم که برای من شروع بکن بین این خط بین این بریک پوینتی که برات مشخص کردم تا این بریک پوینت، برای من اینجا برای من واچ کن، برای من نشون بده که داره چه اتفاقی میفته و اینجا برای من نشون بده که متغیرها چجوری دارن مقدار دهی میشن و اینجا برای من در واقع اون حافظه پشته‌ای که داره اتفاق میفته و نتیجه اون تابعی که میاد داخلش ذخیره میشه رو هی گام به گام به من نشون بده. الان من این دوتا رو گذاشتم و میام حالت در واقع کنترل F5 رو که بزنم، خود دیباگ شروع میکنه به کار کردن. یعنی میتونید این دکمه پلی رو بزنید و این دیباگ برای شما اتفاق بیفته. چرا؟ ببخشید، بعد این حالت رو از اینجا روی حالت پایتون دیباگر بذارین که این اتفاق براتون بیفته. خب پس ما اینجا وقتی که حالت دیباگر رو فعال میکنیم، اتفاقی که میفته 5 تا آیکون برای ما میاد بالا. آیکون اول که مثل ران معمولی هست، شما بزنید کد کلا اجرا میشه. این حالتی هست که یعنی یک بلوک کامل اتفاق افتاده رو اوور میکنه و کامل اون اتفاقات داخلش رو انجام میده و نتیجه رو برای شما برمیگردونه. ولی این کار استپ به استپ میاد و میره داخل اون مثلا بلوک هایی که وجود داره و عملیات ها رو برای شما نشون میده که ما الان با این حالتش کار کنیم. پس ما گفتیم که از اینجا شروع کن و تا اینجا رو برای ما تریس بکن. اگر من اجرا بزنم، همونجوری که میبینید الان اتفاقی که افتاد، اومد فانکشن F رو شناخت، یعنی اومد فانکشن F رو خوند مفسر پایتون و فهمید که داخلش چی هست و رفت سراغ خط 14. الان خط 14 میشه چی؟ پرینت F5. پس وقتی که میخواد این رو اجرا بکنه، نیاز داره که بیاد بلوک F5 رو بخواد اجرا بکنه. پس وقتی که ما ورودی رو 5 دادیم، یعنی x شده چند؟ x شده 5. اوکی، این تا اینجا. حالا اگر یه مرتبه دیگه اجرا بزنم، چون که if برابر با x برابر با 5 بود و اینجا میبینید x 5 ولی اینجا 1، پس 1 برابر با 5 نیست، پس این if اجرا نمیشه و میاد else اجرا میشه. else میشه چی؟ میشه ریترن x ضرب داره f(x) منهای 1. حالا اگر یک استپ بیام جلوتر، دوباره برمیگرده تو بدنه خود تابع. ببینید پس میگه که این تابع یه مرتبه اجرا شده، من تو حافظم دارم که الان x تو مرحله قبلش عدد 5 بوده، اما ببینید الان شده عدد 4 و این رو داخل حافظه خودش استک خودش نگه میداره تا زمانی که بخواد نتیجه ها رو با هم جمع بکنه. اگر دوباره اجرا بزنم، دوباره چون که x 4 هست، میاد این خط رو برای ما اجرا میکنه و انتظار که داریم الان میبینید که x 4 و اینجا اتفاقی که میفته x رو میذاره 4 و دوباره میاد x منهای 1 که میشه 3 رو ور میداره میذاره جای x. و اگر دوباره بخوام اجرا بزنم، چون که این تابع دوباره صدا زده شده، دوباره برمیگرده تو بلوک این تابع، ولی این بار فرقش چیه که این بار شده x شده 3 و استپ بعدیش رو هم اینجا داخل خودش نگه داشته، یعنی این استپ عدد مقدار 4 رو داخل خودش نگه داشته. پس اینجا دوباره x شده چند؟ اینجا x شده مقدار 3 و 3 برابر با 1 نیست، همونجوری که میبینید الان اینجا دوباره x 3. اوکی، تو مرحله قبلی 4 بود. و اگر دوباره بیایم پایین، میاد اینجا x 3 هست و فاکتوریال 2 رو میخواد حساب بکنه. دوباره این مقدار x 3 رو داخل حافظه خودش نگه میداره. اوکی، تو حافظه خودش نگه میداره و این بار x 2، اینجور که میبینید x اینجا مقدار 2 هست، اینجا x 2 هست، پس 2 برابر با 1 نیست. دوباره میره توی else و این کار رو دوباره تکرار میکنه. اینجا میخواد بره یک فاکتوریال رو حساب بکنه و وقتی که برمیگرده حساب بکنه، اینجا x چنده؟ x 1. پس اینجا 1 برابر است با 1، پس x رو برمیگردونه. این بار که x رو برمیگردونه، نگاه اینجا همه اینها یک برگشت تابع هستن، اما چون تابع به صورت حلقه وار داخل خودش صدا زده شده، این هر بار این ریترن رو داخل حافظه خودش نگه میداره و اون وقت برمیگرده و تیکه به تیکه این
فاکتوریال ها رو که حساب کرده داخل خودش ضرب میکنه و این بار خود مقدار x رو برمیگردن و این مقدار x به عنوان آخرین مقدار این جدول استک میاد داخل خودش میمونه. همونجوری که میبینی 1 2 3 4 5 هستش. اوکی، به اینجا x پایان پیدا کرده، یعنی اون لوپی که داخل اون تابع اتفاق افتاده پایان پیدا میکنه و در نتیجه میاد و دوباره حالا برمیگرده میگه خب من فاکتوریال 1 رو حساب کردم، خود x شد 1، اما وقتی که گذاشتم اینجا این دوباره داره از داخل حافظه پشتی خودش در میاره، میگه که خب پس وقتی من داشتم 2 فاکتوریال حساب میکردم شد 2 ضرب در 1 فاکتوریال، الان من 1 فاکتوریال رو چیکار کردم؟ ریترن f شده 1، پس میاد 1 رو ضرب داره 2 میکنه، دوباره اجرا بزنن دوباره میاد رو همین ریترن گیر میکنه، چون هر بار روی این ریترن رفته داخل حلقه تکرار. دوباره اینجا x چنده؟ اینجا الان x 3 هستش. میگه خب من زمانی که میخواستم 3 فاکتوریال حساب بکنم در واقع شد 3 ضرب در 2 فاکتوریال، من الان نتیجه 2 فاکتوریال رو دارم، پس میام 3 رو ضرب در 2 فاکتوریال میکنم، دوباره اگر تکرار کنیم دوباره میاد میشه 4 و این بار مقدار در واقع 3 فاکتوریال که میشه 3 ضرب در 2 ضرب در 1 که میشه 6 رو داره، چون میگه زمانی که من میخواستم که 4 فاکتوریال رو حساب بکنم میشد 4 ضرب در 3 فاکتوریال، من مقدار 3 فاکتوریال رو الان دارم، مقدار 6، پس 6 رو ضرب در 4 میکنم و یک بار دیگه تکرار بشه میاد روی آخرین مقدار حافظه‌ای که توی حلقه خودش نگه داشته بوده. این بار میگه که خب من می‌خواستم 5 فاکتوریال حساب کنم، شد 5 ضرب در 4 فاکتوریال و الان میدونم که 4 فاکتوریال 24 هست، پس 24 رو میام ضرب در 5 میکنم و این آخرین باری هستش که من این ریترن رو داخل حافظه خودم نگه داشتم و اگر دوباره این رو بزنم میاد و برمیگرده. چرا دیگه؟ چون f5 حساب شده، اینجا f5 شد مقدار 120 و اگر یک بار دیگه بزنم اون رو داخل ترمینال برای من چاپ میکنه. این هم در واقع یک توضیح از توابع بازگشتی بود و یکی از نمونه های اون که چی هست در واقع تابع فاکتوریال هستش. خب خیلی ممنونم که تا پایان این ویدیو همراه من بودید. امیدوارم که این ویدیو به دردتون بخوره. نگاه کنید، صرف دیدن ویدیوها به شما کمک نمیکنه که شما برنامه‌نویس بشید. سعی کنید خودتون دست به کد بشین، حتی اگر بارها و بارها اشتباه بزنید این باعث میشه که توی ذهن شما جایی از ملکه ذهن شما بشه که این کار اشتباه هست و بار بعدی که میخواین کار بکنید یک اندوخته از اشتباهات خودتون دارین و سعی میکنید باز مسیر درستی رو انتخاب بکنید، چون راههای اشتباه زیادی رو رفتین. پس با اشتباه کردن اصلا ناراحت نشین، چون هر کسی در شروع هر کاری همیشه اشتباه میکنه. خیلی ممنونم که تا پایان این ویدیو همراه من بودین. سپاس و به امید دیدار.